سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز. بنده سینا میلان هستم. در جلسه سوم نوتخوانی و جلسه هفتم آموزش ساز باقلامه دستی کوتاه و دستی بلند هستیم. این نوتخوانی هم برای دستی کوتاه میذارم، هم برای دستی بلند میذارم. و دوستانی که فکر میکنن کانال ما کانال مفیدیه و کاری که ما میکنیم کاری با ارزشیه، خواهشمندم کانال ما رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت بذارید، ما رو خوشحال میکنید. خب جلسه قبل آموزش نوتخوانی رو بهتون گفته بودم. خب بعضی از اشاره ها هستن که در دفتر نوت چه علامتی داره. ببینید اشاره اول که من بهتون گفتم همین کلید صلح خودمونه. این کلید صلح به منظور اینه که پایه نوت ما صلحه، ما از روی نوت صلح میریم. خب و علامت دوم یه علامت خط هستش. ببینید این خط یعنی ببینید توی متنی که ما می‌نویسیم جمله تموم میشه، اینم یه بخشی از یعنی انگار جمله چیز تموم شده و این جمله طبق قانونی و یه قراردادی باید تموم بشه. ببینید اینجا وقتی که علامت 4 رو می‌بینیم 4 یعنی باید 4 تا نوت 4 یک چهارم باشه. همین بهتون گفتم نوت 4 نوت 4 یعنی همون نوت سفید، نوت سیاه، ببخشید نوت سیاه علامتش اینجوری بود، یه سیاه و یه خط. خب وقتی که 4 رو می‌بینید باید 4 تا از این نوت 4 باشه. ببینید امکان داره فقط 4 تا نوت چیز باشه، 4 تا نوت سیاه باشه داخل این خط، یا امکان داره اینجوری مثلا 2 تا نوت چنگ باشه، 2 تا نوت چنگ باشه، این 2 تا نوت چنگ، مثلا 4 تا نوت دولا چنگ باشه، اینه باید داخل سیاه باشه. 4 تا نوت دولا چنگ باشه، ببینید این یه چنگ، اینم دولا چنگ، 4 تا نوت دولا چنگ باشه. یا مثلا 4 تا، الان این یه دونه نوت چنگ شده، یه دونه نوت سیاه شد، درسته؟ یه دونه نوت 4 شد در واقع، اینم یه دونه نوت 4 شد. و اینجا ما میتونیم مثلا مخلوط بزنیم. چجوری مخلوط بزنیم؟ یه دونه نوت چیز بزنیم، یه دونه نوت 4 خود 4 بزنیم و یه دونه نوت چنگ و یه دونه نوت چنگ بذاریم، یه دونه نوت بله یه دونه نوت چنگ بذاریم و 2 تا نوت دولا چنگ بذاریم به این صورت. ببینید این الان واسه ما یه دونه نوت 4 داد، 2 تا نوت 4 داد، اینم این دوتا با هم یه دونه نوت چیز میشه، یه دونه نوت چنگ میشه، دولا چنگ، یه دونه نوت چنگ میشه و 2 تا نوت چنگ، اینم یه دونه نوت چنگ بود و 2 تا نوت چنگ هم خودتون میدونید که یه دونه نوت سیاه میشه. خب یه دونه نوت سیاه، پس ما اینجا 1 2 3 4 تا نوت چنگ داریم. به خاطر همین اینجا یه دونه 4 گذاشتیم، 4. خب این 4 یعنی پایه نوت ما طبق این میره کلا و بعد اینجا دوباره خط بسته میشه و اینجا یه خط دیگه باز میشه. جمله اینجا تمام شد. باید دوباره 4 تا نوت 4 رو داخل یه دونه پاراگراف به منظور پاراگراف بذاریم، مثلا اینجا هم نوت کامل کنیم. بعد این علامت یعنی جمله رو در واقع تموم میکنه. بعد ما یه علامتی داریم به اسم بمول، مثلا اینجا ما نوت سی داریم. خب نوت سی ما اینجا داریم و یه بمول اینجا کنارش قرار میگیره. خب یعنی این سی رو باید بمول بزنیم یا بمول 2 که من تو باقلامه نشون میدم بمول کدومه و بمول 2 کدومه. و بعدش ما اینجا نوت دیز داریم، علامت دیز داریم. خب مثل یک ستاره در واقع تو مربع، علامت مربع که تو تلفن همراه هممون دیدید هستش. وقتی که این مثلا کنار لا که نمیشه، مثلا که ما کنار فا نوت فا قرار میگیره، ما مثلا اینو مثلا ببینید الان دیز علامت دیز داره،
این دیگه متوجه میشی که باید نوت دیز خونده بشه. خب و یه دونه علامت دیگه هم که ما داریم یه خط هستش و یه خط پررنگ کنارش هستش و 2 تا نقطه کنارشه. این 2 تا نقطه به منظور تکرار، یعنی تا از اینجا مثلا کنار خط گذاشته بشه، این خط کنارش این علامت پررنگ گذاشته بشه و 2 تا نقطه گذاشته بشه، باید اینجا رو بریم تا از اینجا شروع کنیم. خب اینجا معمولا این همین خط رو میذارن که مثلا از اینجا شروع میشه دوباره تا اینجا تکرار میشه، پس دوباره اینو تکرار میکنیم. امکان داره رون 2 نوشته بشه، 3 نوشته بشه، 4 نوشته بشه، هر چند نوشته شد دیگه باید همونقدر تکرار بشه. خب و بعد علامتی دیگه هم که ما داریم، ببینید دوستان یه دونه علامت نقطه هستش. الان این نوت لا که من کشیدم، بذار اینجا واضح تر بکشیم، نوت لا که من کشیدم امکان داره یه نقطه اینجا جلوش باشه. این یه نقطه منظورش چیه؟ منظورش اینه که شما اینو به اندازه خودش و 1/2 می نوازید، به اندازه خودش 1/1 می نوازید. خب یعنی چی؟ یعنی که یه دونه نوت لا نوت لا نقطه دار اینجا مساویه با یه دونه نوت لا به علاوه یه دونه نوت لا سیاه همون و به علاوه یه دونه نوت نصف این لا میشه چی؟ میشه چنگ. یه دونه نوت چنگ برابره. و این علامت ها رو تو دفتر نوت احتمالاً ببینیم و دیگه من تئوری رو زیاد، نوتخوانی رو زیاد طولانی نمی کنم و خلاصه توضیح دادم و به خاطر همین که شما راحت‌تر یاد بگیرید. ببینید این دوستان من این کل نوتخوانی رو تو 20 دقیقه براتون توضیح دادم و سعی کنید یاد بگیرید و این تا اگه تازه باقلما مینوازید تا 1-2 سال حتما کمکتون میکنه و بعد من بعد از یه مدت در 10 جلسه کاملا نوتخوانی رو اجرا میکنم، نوتخوانی رو کاملا آموزش میدم که اونایی که میخوان آهنگ بنویسن یا میخوان مثلا از خودشون آهنگ در بیارن بنویسن و یا آهنگی رو میشنون میخوان نوتاشون رو در بیارن، کلا آموزش میدن که بتواند این کارا رو میکنن، این کارا رو هم انجام بدن. من خیلی خیلی ممنونم از شما که حمایتمون میکنید و اگه فکر میکنید این کانال ما مفیده براتون، کانال ما رو لایک و کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. خیلی ممنونم از شما. بدرود.